از خمین که به سمت محلات داری حرکت میکنی یه پلی هست که یه چیزی داره نظر منو جلب کرد. سال 1328 دی ماه 1328 پل اسمش نمیتونم من بخونم، شکسته نوشته ولی مشخص، ولی سنگایی که کار کردن حقیقتا احتمالاً که سازندگان این پل نیستن، ولی خدا رحمتشون کنه که با امکانات سال 1328 یک همچین پلی رو ساختن که یه دونه از سنگاش ترک نخورده و یک کنارش یه پلی دیگه دارن میسازن. احتمالاً هم این برم یک همچین سنگ نوشته رو داشته باشه. اینا کار دست بوده، این سنگا همه کار دست بوده واقعا، دونه به دونه احتمالاً انتخاب کردن که سنگایی که کار میکنن سالهای سال و برای نسلهای آینده بمونه و کار کنه. خدا رحمت کنه بانی و باعث و مسبب و مدیر و رئیس و کسانی که این بناها رو برای ما به یادگار گذاشتن و نسل‌ها ازش استفاده کردن.